مسئله ازدواج چه بخوایم چه نخوایم یه مسئله منسوخ شده و قدیمیه. شاید خیلی از این حرفایی که میخوام بزنم خوششون نیاد، ولی مسئله اینه که واقعا الگوی ازدواج یک الگوی قدیمیه. حالا چرا ازدواج یه الگوی قدیمیه؟ زمان ازدواج باعث میشه که دو نفر به هم دیگه برسن، تقسیم کار کنن. حالا ضمن این که حالا یه مقدار این وسط مثلا تو عشق حالا وجود داشت، عملا بحث تقسیم کاری که از دلایل خیلی مهمش بود و اینکه شانس زنده موندنشون خیلی بیشتر میشد که دو نفر با هم بودن. اون موقع ها به عنوان یک ایده واقعا ایده خیلی خوبی بود، ازدواج دو نفر با هم دیگه، ولی الان دیگه اون ایده واقعا کهنه شده. چرا؟ چون واقعا آگاهی انسان‌ها داره تغییر میکنه. نگاه کن، به دور و برمون نگاه کنیم. تا چند وقت پیش اصلا یه سری رفتارها، یه سری آگاهی‌ها، یک سری از روشن شدن‌ها ما بین اطرافیان خودمون حتی اصلا باور نکردنیه. الان تو سطح دنیا میلیاردها انسان هستن که دارن با آگاهی جدید زندگی میکنن، چه بخوایم چه نخوایم. خب قطع به یقین وقتی که این آگاهی‌ها داره آپدیت میشه، داره بروز میشه، روابط رو هم بروز میکنه دیگه روابط قبلی، آگاهی‌های قبلی به درد الان چه بخوایم چه نخوایم این قضیه داره عوض میشه. دیگه چیزی به اسم ازدواج وجود نداره، چیزی به اسم قفل و بست و نمیدونم سند و امضا و تعهد و قسم و آیه و اینا وجود نداره. دیگه اسمش میشه شراکت معنوی. شراکت معنوی یعنی که ارتباط دو تا انسان با همدیگه که به هم کمک بکنن برای پیشبرد و برای لول اپ کردن و برای متعالی شدن هر دو نفرشون. یعنی چی؟ یعنی که بتونیم کمک کنیم به همدیگه بخش‌های تحصیلی وجود همدیگه رو بشناسیم و به همدیگه کمک بکنیم. مطلب اینه که به عشق برسیم، که وقتی به عشق برسیم ترس ها از بین میره، که تمام دلیل بدبختی نوع بشر به خاطر ترس هاش.